مردی که به خانومش خیانت میکنه احمق. جدی میفرمایید؟ بله، برعکسش هم همینه. تحقیقات نشون میده اغلب افرادی که خیانت میکنن توی رابطه اینا بهره هوشی کمتری بردن، به خاطر اینکه آدم عاقل اصلا خیانت نمیکنه. آدم عاقل تو مسیر طبیعت دنبال موفقیت و رشد، درسته؟ و سعی میکنه از این مسیر به موفقیت بیزینسی و خانواده‌اش رو توی جایگاه خوب ببره. هیچ وقت نمیاد با رابطه‌های کوتاه مدت و این رفتارهای بچگانه رابطه پایدارش رو توی خطر قرار بده و باعث بشه که موفقیت تهدید بشه. یک مرد هوشمند، اصلا هر انسان باهوشی میدونه که یکی از مهمترین عوامل رسیدن به موفقیت فردی رابطه پایداره. برای همین در جهت اون تلاش میکنه، هیچ وقت خراب نمیکنه. احمق ترین مرد از نظر من مردی که خانومش رو با خانم دیگری مقایسه میکنه. مقایسه نداریم ما تو رابطه یعنی در آسمون باز شده، همسر جناب عالی افتاده پایین و ایشون تنها خانم روی کره زمینه که زیباترین، خوشگلترین و ایدئالترین همسر دنیاست و تو اینو باید هر روز بهش بگی، نه اینکه به مقایسه بکنی. من تعجب میکنم. خانم پیام داده، شوهرم اومده من گفته فلان خانم فلان جاش از تو زیباتره. یعنی چی؟ آقایی که داری این کارو میکنی بدون داری همسرتو وارد ماجرایی میکنی که هر روز مجبور خودشو به تو اثبات بکنه، عزت نفس توش میکشی و رفته رفته دیگه اصلا نیازی نمیبینه خودشو به تو اثبات بکنه و منجر به طلاق عاطفی میشه. با هم ادامه میدن ولی عاطفه‌ای در کار نیست. از هر جای این مسیری که هستی دور بزن، برگرد پیش همسرت، از پشت بغلش کن، ببوسش و بهش بگو تو چنین زیبا چرایی. ببین چه اتفاقی میفته. مردی که به خانومش خیانت میکنه احمق. جدی میفرمایید؟ بله، برعکسش هم همینه. تحقیقات نشون میده اغلب افرادی که خیانت میکنن توی رابطه اینا بهره هوشی کمتری بردن، به خاطر اینکه آدم عاقل اصلا خیانت نمیکنه. آدم عاقل تو مسیر طبیعت دنبال موفقیت و رشد، درسته؟ و سعی میکنه از این مسیر به موفقیت بیزینسی و خانواده‌اش رو توی جایگاه خوب ببره. هیچ وقت نمیاد با رابطه‌های کوتاه مدت و این رفتارهای بچگانه رابطه پایدارش رو توی خطر قرار بده و باعث بشه که موفقیت تهدید بشه. یک مرد هوشمند، اصلا هر انسان باهوشی میدونه که یکی از مهمترین عوامل رسیدن به موفقیت فردی رابطه پایداره. برای همین در جهت اون تلاش میکنه، هیچ وقت خراب نمیکنه. احمق ترین مرد از نظر من مردی که خانومش رو با خانم دیگری مقایسه میکنه. مقایسه نداریم ما تو رابطه یعنی در آسمون باز شده، همسر جناب عالی افتاده پایین و ایشون تنها خانم روی کره زمینه که زیباترین، خوشگلترین و ایدئالترین همسر دنیاست و تو اینو باید هر روز بهش بگی، نه اینکه به مقایسه بکنی. من تعجب میکنم. خانم پیام داده، شوهرم اومده من گفته فلان خانم فلان جاش از تو